کارمندی بعد از دریافت حقوق سوار اتوبوس شلوغی شد تا به منزل خود برود. در اتوبوس دزدی پولش را دزدید. هنگامی که راننده اتوبوس پول بلیط را از او خواست، دست در جیب برد و چیزی نیافت. از خجالت سرخ شد و به لکنت افتاد. راننده با تمسخر به او گفت: حیا کن، خود را آدم مهم و با شخصیتی می‌دانی در حالی که پول بلیط را ندادی. به غیرت دزد برخورد و به راننده گفت: کرایه استاد را من حساب می‌کنم. مرد شریف با لبخند به دزد گفت: درود بر تو، خداوند امثال شما را در این کشور زیاد کند. و سپس مسافران شروع به ستایش دزد کرده و برایش دعا نمودند و دعاهایشان نیز مستجاب شد. و از آن تاریخ دزدان بیشتر شدند و ما همچنان از آنان تشکر می‌کنیم و آنان را می‌ستاییم و کماکان ما سوار اتوبوس هستیم و دزدان جیبمان را می‌زنند و ما باز هم شکرگزار هستیم.